دنیای آرزویم. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمیگیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمیبینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها میسازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخواهی. اما دیگر در هیچ کارخانه نمیسازند، نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمیبینی مگر صورتک‌هایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه‌های فولاد شهر و زورآباد می‌نویسند. نامی که هر صبح عزمی دوباره در دلمان نقش می‌کند. نامی که هر روز بوزینه‌ها آن را با فرچه‌هایی چون ریش‌ها و کینه‌هایشان سیاه پوش می‌کنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی‌ها هم می‌گوید آنجا هر جا که می‌روی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه‌هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه‌ها تازه اگر دیواری باشد گلبافه‌های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه می‌کنند. آنجا صفای عشق از بند زور و زر، از پیلی دروغ و ریاکاری آزاد است. زن یار و مرد یار هر دو برابر. افسانه نیستین، باور کن این حقیقتی انسانی است. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که روز اول مهر با آرزوی آمدنش هر سال در 100,000 شهر چراغانی، در بیشمار کارخانه، خیابان، میدان جشن و سرور جهانی برپا می‌کنیم. دنیایی که زیر سوسوی فانوس معدن می‌بینم آسمان چراغانش را. دنیایی که در ما زنده تر از خونی، از مرگ نمی ترسیم، میافتی و میخیزیم از اون به ترس از ما. تا دست هم داریم در رزم که میاییم، تو مار تو در پیچیم به ترس از ما. زن زندگی آزادی، آشجایی آرادی، می جنگی و می جنگیم من به ترس از ما. چون رخت از آب پوشیم در سود نمیگریم، رسمندتر از پیشیم و پرشور به ترس از ما. ما خشم خیابانیم، ما آتش سوزانیم، صورتگر تا ریخیم و دستور به ترس از ما. زن زندگی آزادی، آشجایی و آبادی، می جنگی و می جنگیم به ترس از ما. سلام‌های گرم و درودهای انقلابی من را پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامل. هر جا که هستید امیدوارم شاد و سلامت باشید. آنچه که میشنویم از گوشه و کنار ایران صدای انقلاب است. برای این انقلاب با شکوه و ارزیابی از اون همراه هستیم با رفیق کیومرث ویسی، فعال کارگری از هلند.
رفیق کیومرث، سلام و درود میفرستم. سپاسگزارم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. خیلی خوش اومدید. من هم سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما رفیق عزیز و گرامی و اجازه میخوام از همینجا تسلیت بگم به خانواده های جانباختگان این اتفاقات اخیر. در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید رفیق کیومرث. آنچه که ما در ایران شاهدش هستیم خیزشیه که در طول 43 سال گذشته بی سابقه بوده و میبینیم که وارد فاز انقلابی شده. همچنین همبستگی که در سطح جهان از مردم ایران میشه اون هم خیلی بی سابقه است و میشه گفت که در طول تاریخ هم نمونه های خیلی کمی داشته این همه همبستگی و پشتیبانی از مردم ایران. شما این انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه وارد 44مین روز از این انقلاب شدیم؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید 7مین هفته این انقلاب رو که میشه با قطعیت گفت انقلاب رو داریم به اصطلاح به سر میبریم. اگه بخوایم به این اتفاقات نگاه کنیم باید ببینیم در چه شرایطی اساساً اینا شروع شده و این اعتراضات که الان دیگه انقلاب اسم گرفته در چه بستری شکل گرفته و اساساً چه تنش‌هایی هست میان جامعه و حاکمیت. اونم برمیگرده به این که ما مردم ایران و مشخصاً در کردستان با سیستمی روبرو هستیم که از ابتدای به سر کار آمدنش بجز خشونت و بجز به اصطلاح دیکتاتوری که در تمام اعمال روزانش باش سر و کار داشته و بر مردم تحمیل کرده چیزی دیگه ازش شاید نبودیم. خب مشخصاً با چنین وضعیتی بالاخره مردم اینا رو بر نتافتند و نسل‌های جدیدی که فرهنگشون اساساً در تضاد بنیادی با فرهنگ حاکمیت قرار گرفت، با اینکه خودشون محصول همون دستگاه و آموزش به اصطلاح و پرورش همین نظام بودن، ولی بالاخره چون با دنیای بیرون از ایران در ارتباط بودن و مدل‌های زندگی انسانی‌تر رو شاهد بودن احساس تضاد پیدا کردن با این وضعیت و سبک زندگی دیگری رو جستجو می‌کردن که اساساً در این سیستم فکری و این نظام ارزشی جایگاهی نداشت و بالاخره ابعاد دیگرش هم که برمیگرده به وضعیت معیشتی و وضعیت اقتصادی جامعه بر هیچ کس پنهان و ناآشنا نیستن. در واقع که هیچ کس که بدون این حاکمیت چقدر در رابطه با مسائل اقتصادی و اداره جامعه تا چه اندازه بی‌لیاقت و اساساً بی اهمیت بوده زندگی مردم براشون و اینه که در یه جای مشخصی ژینای عزیز اسمی شد و یا پژواک صدای خفتگان 43 سال حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی شد که این به اصطلاح این استارت زده بشه و مردم مقابل حاکمیت وایسن و دادخواهی بکنن و با کل ساختار جمهوری اسلامی به مصاف برن و بخوان پایینش بکشن. و اینه که هرچه یک مشخصه خیلی مهمی هست اینه که هرچه رو به جلو میره این انقلاب عمیق‌تر میشه و آدمای زیادی از لایه‌های مختلف جامعه درگیر این به اصطلاح انقلاب میشن، این اعتراضات یا تظاهرات خیابانی میشن و هرچه ادامه پیدا کنه به نظرم میتونه راه‌های جدیدتری رو، برنامه‌های جدیدتری رو در دستور کار مردم خیابون بذاره که بتونن هماهنگ‌تر، متشکل‌تر و سازمان یافته‌تر به جنگ این سیستم متوحش تا دندان مسلح کودک کش برن. بله، سپاسگزارم رفیق کیومرث. شما اشاره کردیم به اینکه هرچی پیش میره لایه‌های زیادی بیشتری به این خیزش میپیوندن، به این انقلاب میپیوندن. خب ما اون چی که میبینیم و دیدیم در اوایل این خیزش
جوونا بودن که بیشتر در خیابونا بودن، اما الان شاهدیم که چندین نسل از مادر بزرگ، مادر، پدر بزرگ، پدر، حالا دختر، نوه ها، همه با هم هستن و همه به شیوه های مختلف و با شعارهای گوناگون دارن خشم و انزجار خودشون رو به رژیم با صدای رسا فریاد میکشن. شما این تنوع سنی و این همکاری رو چطور میبینید؟ به نظر شما مثبت هست؟ بدون شک یه پدیده اجتماعی که انقلاب هم قاعدتاً پدیده اجتماعی، اونم در بالاترین درجه و عالیترین سطح اجتماعی بایستی باشه، تمام اقشار جامعه رو درگیر خودش میکنه به دلیل اینکه منافع مشترک دارن با هم دیگه. منتها اینکه از نسل حداقل اگه مبنای نسل 15 سال بذاریم، نسل سوم بعد از قیام 57 میداندار و استارتر اولیه این اعتراضات شدن و قاعدتاً هرچی که رو به جلو رفتیم این پدیده اجتماعی تر و تا حد اندازه‌ای نسبت به توازن قوایی که داره پخته تر و بالاخره این نسل هم از خانواده های اومدن، بچه های خانواده هایی هستن که سنها و جنسیت های مختلفی دارن و طبیعتا درگیر میشن و مشخصا خشونت حاکمیت نسبت، البته اینو عرض کنم که این حاکمیت اصلا پایه و بنیاد اصلیش خشونته و با خشونت سر کار اومد و از 30 خرداد 60 مشخصا ما میدونیم که این حاکمیت از بالاترین درجه خشونت نسبت به جامعه عمل کرده. منتها اینجا این پدیده جدیدیه که نسل جوانتر یا 15-16 ساله ها به بالا تقریبا بیشتر درگیر این انقلاب شدن، این اعتراضات شدن و اینه که قاعدتاً هر پدیده‌ای که مطالبات انسانی با خودش داره هم میکنه دیگر لایه‌های جامعه رو با خودش درگیر میکنه که به درستی اینجا خانواده ها و به قول شما نسل‌ها و سن و سال‌های مختلفی باش خودشون رو تداعی کردن و ازش حمایت کردن، چون این یه اشتراکی هست در این مسئله. ممکنه برای جوانان و برای کمتر سن و سال‌های کمتر مسئله مشخصاً معیشتی و اقتصادی نباشه، چون خودشون شاید استقلال مالی ندارن و مستقل نیستن، از خانواده هاشون تغذیه میکنن، اما پدیده آزادی و احترام به شهروند بودنشون و تفاوت فرهنگی خودشون که با حاکمیت اصلا همسنخ نیست، اینا رو واداشت که بیان میدون و حاکمیت رو به چالش بکشن و در همین راستا خانواده های این مردمی که این جوانانی که در میدون هستن و بودن و داره روز به روز زیادتر میشه، اینا هم به لحاظ معیشتی، هم به لحاظ آزادی های فردی و هم به 1100 دلیل اصلا میشه خیلی فاکتورهای زیادی گذاشت که چرا مردم بایستی راه دیگری ندارن، یعنی راه دیگری اساسا وجود نداره که مردم انقلاب نکنن. اگه ما تمام فاکتورهای انقلاب رو نگاه کنیم، این حاکمیت اولا تمام منابع اقتصادیشو از روزی که به اصطلاح به سر کار اومده با ریا، با دروغ، با رانت، با باندبازی، با اختصاص بودجه های کلان برای نیروی سرکوبگرش و اساسا این هزینه ها رو از سفره مردم کنده و اختصاص داده به لشکرکشی و تروریسم و تمام پدیده های غیر انسانی که ما از یک سیستم نامتعادل انتظار داشته باشیم در این حاکمیت وجود داشته و همه مردم دیدن و تجربه کردن و قاعدتا این نسل های به اصطلاح مسنتر و مرتر اینها رو هم به شکل تجربی و هم به شکل به اصطلاح تاریخیش مشاهده کردن و چاره دیگه ای نیافتن به جز دفاع برحق از جوانترها که در میدون مبارزه بر علیه این ساختار استبدادی هستند. بله رفیق کیومرث، با توجه به اینکه ما تجربه
یه انقلاب دیگر رو در سال 57 داشتیم. همین پدر و پدر بزرگایی که الان در خیابون‌ها هستن و بچه‌هاشون در خیابون‌ها هستن و دارن بهترین شیوه‌ها رو راهنمایی میکنن. ما میبینیم یا میخونیم که اون موقع نزدیک به 8 ماه 9 ماه از خیزش مردم گذشته بود که کارگران صنعت‌های کلیدی از جمله نفت وارد خیابون شدن. اما ما میبینیم که هنوز 2 ماه نشده که این کارگران الان فراخوان به اعتصاب دادن یا اینکه بیانیه دادن که از این اعتراضات حمایت میکنن یا حتی به رژیم التیماتوم دادن. شما نظرتون در مورد اینکه زودتر کارگران به صحنه اومدن، کارگران صنعت‌های کلیدی، و اینکه اهمیت پیوستن این کارگران به این انقلاب به نظر شما چقدر مهمه؟ درسته، ولی حتما همه میدونیم که خود مدل گذاشتن برای انقلاب و زمانبندی‌های نزدیک به هم رو نمیشه اینجوری ارزیابی کرد. ولی اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، ساختار حاکمیتی که در حال حاضر به زور داره ایرانو به اصطلاح مدیریت میکنه توی گیومه، این ساختاریه که 43 سال با بدترین تحمیل کردن بدترین شرایط معیشتی بر زندگی مردم و مشخصاً بر سفره کارگران خودشو حفظ کرده. و این سرکوب ها ممکنه ما اینجوری نگاه کنیم که بله در رژیم گذشتم که قطعاً هم اینجوری استبداد بود و بی‌حقوقی بود، مخصوصاً استثمار کارگران اصلا یه پدیده عادی بود و اقشار دیگه جامعه، البته تمام لایه‌های جامعه که اگه نگاه بکنی دستخوش این استبداد حکومت گذشته بودن. اما در حال حاضر و رژیمی که ما حالا باش روبرو هستیم، این حکومت بردهداری اسلامی میشه اسمشو گذاشت، این سیستم کاری کرده که شرایط اقتصادی جامعه چندین برابر بدتر از سال 57 بشه و خود پدیده جمعیتی جامعه هم بالاخره شاید بیشتر از 2 برابر، اگه 2.5 برابر جامعه بیشتر جمعیت داره و اینا خودش در معادلات مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیرگذاره و مخصوصا انسداد سیاسی که نسبت به گذشته تفاوت‌هایی داره و اونم اینه که درهای کشور ایران رو بر تمام دنیا بسته این حاکمیت و قاعدتاً فشارهای اقتصادی مضاعفتری رو برای جامعه ایجاد میکنه و معلومه که خودشون با همه این تحریمایی که ایران متحمل شده، سران بالای حاکمیت و قشر خاصی و درصد خیلی کمی از جامعه متزلزل نشدن، بیشتر طبقه فرودست جامعه قربانی داده و یا این مشکلات رو تحمل کرده، این گرفتاری های معیشتی رو تحمل کرده و طبقه کارگر قاعدتاً با دیگر لایه های جامعه و دیگر بخش های جامعه منافع مشترکی داره. همین بخشی از این جوانایی که توی خیابونا هستن فرزندان همین طبقه هستن، فرزندان همین زحمتکشان هستن. درسته ما میدونیم از طبقه متوسط به بالا تمام جامعه درگیر این پدیده است، چون این نظام واقعا نظام نامتعارفیه، فقط پدیده اقتصادی نیست. درسته اقتصاد زیر ساخته و خیلی اهمیت داره در هر سیستمی در هر کشوری، ولی به لحاظ فرهنگی هم اینا کاملا تمام عرصه ها رو بر مردم ایران بستن و چند جانبه است، فقط بعد به اصطلاح اقتصادی نداره، ابعاد دیگه هم هست که به اصطلاح طبقه های مختلف جامعه خودشون رو با این اعتراضات میبینن، با این اعتراضات تداعی میکنن. میشه گفت هر کدومشون چه سیاستی رو تغییر میکنن و هر کدومشون میخوان چه نتیجه از این پدیده به اصطلاح انقلابی بگیرن. منتها مشخصا طبقه کارگرم منافعش با دیگر مردم جامعه ایران زیاد تفاوت‌های آنچنانی نداره. درسته مضاعفتر، زیر فشار مضاعفتر استثمار میشه، بیشتر ضربه خورده از این نظام هایی که تاکنون
در ایران حاکم بودن. منتها این منافع مشترک کاری کرده که اگه به قول شما بشه گفت زودتر از گذشته یا نسبت به گذشته اومدن اعتراض کردن و حمایت خودشون رو نسبت به شرایطی که در خیابون هست اعلام کردن. البته با اینم اشاره داشت که قبل از کرونا و قبل از این اتفاقاتی که 2 سال جمهوری اسلامی تونست نفسگیری بکنه نسبت به اعتراضات سراسری خیلی زیاد و مطالباتی البته در سراسر ایران ما شاهدش بودیم و بعد از یک پروسه اینا خاموش شد به همین دلیل که تجمعات نمیتونست اون شکلی رو که باید داشته باشه رو امکانش نبود یا امکانش کم بود به دلیل پدیده اپیدمی. الان دوباره اینا سر برآورده، کارگران روز به روز با بحران جدی اقتصادی روبرو هستن و خب معلوم این یک کار درستیه و بایستی طبقه کارگر هیچ وقت خودش رو فاصله داده و نه دور دونسته از منافعی که منافع اکثر جامعه است. بالاخره اگه این حاکمیت بره، این حاکمیت ننگین رو بشه انداخت، به نفع تمام جامعه است از جمله طبقه کارگر. بله، خب شما اشاره کردین به اینکه قبل از اپیدمی دقیقاً اشاره کاملا درست و دقیقی داشتین که کارگران از جمله کارگران صنعت نفت، معلمان، بازنشستگان مدام در خیابون‌ها بودن و مطالبات صنفی خودشون رو فریاد می‌کشیدن. اما در 1 سال گذشته و مخصوصاً امسال، یعنی چند ماه گذشته، کل این کارگران مطالباتشون از صنفی فراتر رفته و ما می‌بینیم که در بیانیه‌هاشون کاملاً خواسته‌های سیاسی هستش. این چقدر اهمیت داره؟ به اصطلاح حتی در گذشتم که خواسته هاشون یا مطالباتشون مطالبات صنفی بود، به خاطر انسداد سیاسی که تو ایران وجود داشت باز این مطالبات سیاسی قلمداد میشد. اما اونطوری که من متوجه شدم از سوال شما، منظور اینه که شکل مطالباتی خواسته های کارگران در چنین شرایطی متفاوته و قاعدتاً هم باید دستخوش شرایطی باشه که در جریانه. معلومه که هر اندازه که طبقه کارگر بتونه خواسته هاشو تثبیت کنه، به دست بیاره، مطالباتشو به دست بیاره، این مثبته و باید ازش دفاع کرد. اما در شرایط انقلابی قاعدتاً مطالبات تغییر خواهد کرد و این مطالباتی که مثلا 1 سال پیش کارگران داشتن، همچنان اون مطالبات قطعا نیازهای اولیه زندگیشونه، میبایستی که بهش دست پیدا میکردن. منتها الان کار از اون گذشته، این کار از اون گذشته که مطالبه فقط صرفا مطالبات معیشتی یا حقوقی یا حقوقی که پرداخت نشده باشه. الان کلا تمام ساختار جمهوری اسلامی رو از بالا تا پایین مردم دارن نه بهش میگن. خب به همین اعتبار طبقه کارگرم جزء همون جامعه است و خاصای طبقه کارگرم قاعدتاً خاصه‌ایه که تمام مردم دارن و اونم اینه که 1 دقیقه بیشتر عمر این حاکمیت ننگ، 1 دقیقه بیشتر فشار، فقر، بدبختی و مصائبیه که برای جامعه درست کردی. یعنی اساساً به درستی این مطالبات دیگه صرفاً صنفی و یا اقتصادی نیست. مردم کل ساختار جمهوری اسلامی رو نمیخوان و البته سالهای ساله که نخواستن، ولی زورمون نرسیده، نتونستیم که اون هماهنگی مشخصی که میبایستی میداشتیم که بتونیم این سیستم اولترا متوحش رو بنشونیم سر جاش، نتونستیم. ولی خب ما تلاش خودمون کردیم به هر اندازه که تونستیم و طبقه کارگر مشخصا و تمام مردم البته تمام تلاششون کردن که این حاکمیت نباشه. ولی خب وقتی که یه سیستم تا دندان مسلح هیچ منطقی نداره به جز گلول و تیر، دیگه چه میشه گفت؟ بله، خب من میخوام یه سوالی بپرسم که خب ما چون در اون شرایط نیستیم و اونطور که باید نمیتونیم مثل خود کارگرانی که الان در ایران هستن و در اون شرایط هستن نمیتونیم براشون الان بگیم باید این کارو بکنن یا حالا هرچی.
اما خب میدونیم که سال 57 کارگران کمیته اعتصاب داشتن و دست به اعتصاب زدن کارگران شرکت نفت. خب هر اعتصابی هم لازمش اینه که هر کارگری که بخواد اعتصاب ادامه بده خب از لحاظ مادی باید مثلا یه صندوق‌هایی باشه که اونو از لحاظ مادی تأمین کنه. میدونیم که سال 57 رفسنجانی و بیشتر بازاریان به کمک حالا دول امپریالیستی به این کلاه رو میشه گفت سر کارگران گذاشتن و اونا براشون پول بردن. اگه بخوایم این تاریخ دوباره تکرار نشه و کارگران بتونن به حکومت واقعی خودشون برسن، به خواسته های واقعی خودشون برسن، باید چی کار کنن؟ درست اینایی که اشاره داشتی شما به درستی، یعنی اعتراضات کارگران اعتراضات متفاوتی نسبت به بخشای دیگر جامعه، چون باید از یه جایی بیارن که تمام امورات زندگیشون رو بگذرونن و قاعدتا در هر اعتراضی نیاز هست به تأمین مالی و این صندوق مالی که کمیته های اعتصاب تجربهش هست در ایران و خیلی جاهای دیگه، باید در خود جامعه شکل بگیره و بتونه اون نیروی متحسن یا اعتصاب کننده رو تأمین بکنه که بتونه خودش رو برای ماه دیگه آماده تر کنه و همچنان بتونه ادامه کاری خودش رو داشته باشه. اما ما نباید اینو فراموش کنیم که همیشه کسانی هستن که میخوان انقلاب ها تعمیق پیدا نکنه، به خاطر اینکه اگه تعمیق پیدا کرد، توی همین تعمیق پیدا کردن ها نیروهای واقعی و عینی که منافعی جز منافع تمام مردم و مشخصا طبقه محروم جامعه رو جستجو میکنن ندارن. ولی وقتی این تعمیق پیدا نکرد، به شکل سطحی مانند سیستمی که در قیام 57 اتفاق افتاد، میان یه ساختار رو فقط ارتشش رو جابجا میکنن و سرانش رو به یه جورایی تقویت میکنن یا ارتش رو میان دو دستی تقدیم یه سیستم هارتر میکنن. این برمیگرده به این که خود مردم و مشخصا طبقه کارگر تا چه اندازه خودش رو آماده کرده باشه و هماهنگ شده باشه که نتونن از بالا یک کسی رو بهش تحمیل کنن و این پدیده ای نیست که کسی، من یا شما و یا هر کسی دیگه بیاد به کارگران و یا مردم معترض که در خیابان از نسخه بپیچه. اینو باید از دل خود این پدیده بیرون بیاد. بالاخره پدیده اجتماعیه. برای پدیده های اجتماعی نمیشه این نسخه ای رو پیچید از یه جایی آورد پاشید روی این جامعه و اینو رنگ اون حرکت رو به خودش بگیره. در امتداد این پروسه اعتراضی بایستی این به اصطلاح ساختارهایی که لزومه ادامه کاری اون حرکت هست جای خودش رو پیدا بکنه و خودش رو حدادی بکنه و در همین راستا حتما هم صندوقاشون رو میتونن تشکیل بدن، هم کمک‌های دیگری از دیگر جاهای دیگه مردم معترض میشه با به اصطلاح تدابیری که میچینن به صندوق ریخته بشه و در کنار اعتراضات دیگه بالاخره این راههای خودش رو پیدا میکنه. راستشو بخواید من باید موافق نیستم با این که کسی بیاد نسخه بپیچه یا کسانی یا از جاهای یک فردی رو بیارن و بذارن که براشون تصمیم بگیره. باید دید که مردم خودشون چه راههایی رو پیدا میکنن. طبقه کارگر بالاخره طبقه با تجربه‌ای هستش و دست کم 43 ساله با یه سیستم هار و درنده روبرو بوده و خودش رو در تمام تندپیچ‌های اجتماعی سیاسی آزموده و تجربه‌ای در اون حد داره که بتونه با شرایطی که به وجود میاد و روز به روز داره بیشتر راهش رو پیدا میکنه خودش رو تطبیق بده و خودش رو بروز بکنه. بله سپاسگزارم. برگردیم به کردستان. خب این انقلاب نطفه هاش از کردستان بسته شد و زمانی که مردم کردستان در همون اوایل سرکار اومدن جمهوری اسلامی نه بزرگ بهش گفتن و تا به امروز به شیوه‌های مختلف اعتراض خودشون رو نسبت به رژیم ابراز داشتن، اما هیچ جای دنیا
و حتی سایر نقاط ایران صدای مردم کردستان رو نشنیدن، اما میدونیم که الان شعار کردستان در همه دنیا طنین انداز شده. چرا به نظر شما با این وجود که کردستان این همه جهانی شده اما سرکوب رژیم در اونجا خیلی اوریانتره؟ البته در همه ایران این سرکوب هست، اما ما با توجه به آمار دستگیر شدگان و آمار کشته شده ها و جان باختگان میبینیم که کردستان و یه جاهایی مثل سیستان و بلوچستان، جاهایی که از مرکز دور هستن، خشونت اینقدر اوریانتره. همونطور که شما به درستی اشاره کردی، از همون سال 58 که در اون به اصطلاح انتخابات قضایی که گذاشتن جمهوری اسلامی آریانه و البته خودشون ادعا میکنن که 98% مردم رای دادن، منتها این آمار درستی نیست. شاید 50-60% اگه بشه گفت مردم به یه ارتجاع اسلامی دیکتاتوری رای دادن. با افتخار کردستان این کلاه سرش نرفت و از همون اول به جمهوری اسلامی نگفت و در واقع از همون 43 سال گذشته اگه به لحاظ خود تفکرات این آقایون هم نگاه بکنیم، این ساختار حکومتی هیچ مشروعیتی در کردستان نداشت. درسته تونست مردم کردستان رو با زور و با قدرت نظامی سرکوب بکنه و شاید بشه گفت شکست بده به لحاظ نظامی، اما به لحاظ سیاسی هیچ وقت با تمام میلیارد دلارهای پول نفتی که خرج کرد هیچ زمان موفق نشد توی کردستان سیاست‌های خودش رو پیش ببره. فقط زور بود و به اصطلاح حرکت نظامی که ادامه کاری داشت در کردستان. و این فرهنگ اعتراضی و این فرهنگ آزادیخواهی که در کردستان از روز اول وجود داشت همیشه خاری بود در چشم رهبران این حاکمیت ننگین و قاعدتاً هم به لحاظ کینه تاریخی و هم به لحاظ بسترهای اقتصادی اجتماعی که توی جاهای دیگه بود و توی کردستان همیشه محرومش نگه داشتن کردستان رو. این وضعیت رو هرچی بیشتر تنگ‌تر کرد توی کردستان و مردم بیشتر متوجه شدن که این حاکمیت چقدر کینه‌توزی داره نسبت به این بخش از جامعه. و هرچی این حرکت ادامه داشت بالاخره احزابی بودن که پایگاه اجتماعی داشتن، مشخصا کماله و دموکرات توی کردستان نظمی داشتن، ساختاری داشتن، هر کدوم کسایی داشتن که نیروشون بود و برنامه های این دوتا حزب و سازمانی که اشاره کردم تبعیت میکردن و این با خودش یه فرهنگ اعتراضی بیشتری رو در تمام لایه‌های جامعه نهادینی کرد نسبت به ساختار حکومتی که میلیون ها پول براش از طریق مساجد و حسینی ها و آموزش پرورش و همه چیز خرج میکرد ولی نتونست اینو شکست بده. و این کینه هنوز هست و این سیستم پادگانی که از روز اول در کردستان وجود آوردن تا همین امروز ادامه داره. و متاسفم که مردم ایران سهلنگاری کردن و همون سال 57 نیومدن پشت مردم کردستان رو بگیرن که این بلا سر هممون نیاد. ولی الان هم که این اتفاق افتاده و همصدایی وجود داره، اینو باید به فال نیک گرفت و اینو باید یه ابزاری کرد برای همزیستی بیشتر مردم کردستان با دیگر جاهای دیگر ایران. و این همصدایی و این به اصطلاح اتحاد عملی که وجود امیدوارم بیشتر بیاد که هست، همونجوری که شما اشاره کردی در شعارهای خیلی از شهرهای مختلف ما میشنویم، این نوید بخشه که میتونه این پیامو داشته باشه برای ما که ما خوب کردیم که از اول به این حاکمیت مستبد رأی ندادیم و بهتر از آن تا امروز با جانبازی ها، با زندان، با شکنجه‌ای که مردم کردستان متحمل شدن، منتها تونستن این بذرهای انقلابی رو، این شرایطی رو ایجاد کنن که امروز کردستان بشه مرکز انتقال انقلاب انسانی به جاهای دیگر ایران و این مایه افتخاره. و خب معلومه
حاکمیتی که اینو میبینه و از اول اینو میشناخت و الان هم شناختش بیشتره و نسبت به گذشته سازمان یافته تره و پول و همه چیز هم در اختیارش است، میخواد اینو یه جور دیگه نشون بده که الان خوشبختانه چون دیگه صدامون رو میتونیم به جای دیگه برسونیم که ما چی میخواستیم از اول و همچنان در امتداد همون خواسته های گذشتهمون چی میخوایم و چه زندگی انسانی رو برای همه مردم آرزو کردیم و تلاش کردیم که بهش برسیم، الان دیگه صدامون رو نمیتونن خاموش کنن. الان دیگه اگه هر صدایی که از یه جا خاموش بشه از 100 جای دیگه این صدا انعکاس پیدا میکنه که مردم چی رو میخوان و مردم چی رو نمیخواستن. منظورم مردم کردستانه و خوشبختانه الان در جاهای دیگه هم این نگفتن به جمهوری اسلامی داره گسترده تر میشه، عمیق‌تر میشه، لایه‌های مختلف، نسل‌های مختلف، حتی طبقات مختلف جامعه رو با خودش هم همسو میکنه و این مایه خوشحالیه و خوشحالم که از کردستان این استارت زده شد به خاطر اینکه این زخم کهنه حاکمان جمهوری اسلامی بیشتر اذیتشون کنه و بفهمن که این حقانیتی که خاموشش کردن و خفش کردن، خواستن خفش کنن، شاید نتونیم بگیم تماما خفش کردن به لحاظ نظامی منظورمه، نتونستن اینو به اون جایی که هدفشونه برسونن و امروز حق خواهی و آزادی خواهی مردم کردستان در تمام جاهای ایران و همونطور که شما اشاره داشتید تمام دنیا داره سر داده میشه و حاکمیت هم بالاخره از تمام ابزار سرکوبش استفاده خواهد کرد و کرده تاکنون که بتونه اینو خاموش کنه. چین پاسخو میتونه بده به اینا؟ به اصطلاح بیشتر هماهنگ شدن، بیشتر توده‌ای کردن این حرکت ها و بیشتر این درد مشترک رو با هم دیگه در تمام شهرهای مختلف فریاد زدن و سازمان دهی برای به اصطلاح محقق کردن این خواسته هایی که مد نظر همون. بله، اشاره کردیم به اینکه به یمن وجود احزاب هستش که کردستان در طول 43 سال گذشته در شرایط مختلف صدای اعتراضش بلند بوده. وظیفه این احزاب از جمله تشکیلات ما با توجه به اینکه زنان در این اعتراضات نقش برجسته‌ای داشتن و صف اول مبارزه رو تشکیل دادن در طول 44-45 روز گذشته و تشکیلات ما به عنوان تشکیلاتی که از روز اول خواهان برابری بین زن و مرد بوده و یکی از اهداف اصلیش همینه، وظیفه این احزاب چیه؟ وظیفه این احزابی که در کردستان فعال هستن؟ این معلومه که این احزاب همونطور که از برنامهشون و از تاریخچه‌ای که تا الان پشت سر گذاشتن همیشه اینو خواستن که جمهوری اسلامی نباشه و این سیستم یه سیستمیه که یه سیستم واپسگراست و هرچه بیشتر بمونه بیشتر جامعه ضربه خواهد دید. اما در این شرایط شاید بشه گفت که بهترین کار اینه که بیشتر اتحاد عمل داشته باشن و بیشتر همکاری های مخصوصا در این شرایطی که جمهوری اسلامی چپ و راست تهدید میکنه و بمباران میکنه کودک و زن حامله و بچه مدرسه‌ای و آدمای زن و مرد مسن رو با بمباران های پهپادی و به اصطلاح موشک های دوربردش میکشه. اولین چیزی که اهمیت داره همون همکاری های امنیتی و قاعدتا من خودم رو در این جایگاه نمیدونم که برای احزاب و یا کسایی که بیشتر درگیر مسئله هستن بگم چیکار کنن یا چیکار نکنن، ولی همکاری همیشه جواب داده و اتحاد عمل داشتن و امید دادن به جامعه که اپوزیسیونی که چندین سال تلاش کرده به درستی مقابل جمهوری اسلامی وایساده و زحمات زیادی رو در این راستا متحمل شده و از عمر و جوانی و نیروی انسانی خودش مایه گذاشته، قاعدتا در این شرایط هم راه حلش رو پیدا خواهند کرد و اونم اولین چیزی که به نظرم رسید عرض کردم اتحاد عمل و همکاری بیشتره که امیدبخشه برای همه جامعه. بله، ازتون سپاسگزارم رفیق کیومرث. خب شما به عنوان یه فعال کارگری که همونطور که خودتون هم اشاره کردید در مورد احزاب، خب شما هم زندگیتون رو وقف آزادی طبقه کارگر کردین، وقف محو شدن ستم، استثمار و نابرابری کردین. پیامتون
در این شرایط حساس رو به مردم ایران، رو به طبقه کارگر، رو به فعالین چیه؟ میتونم بگم مثل پیام اینو نمیخوام بیان کنم. حتما کسانی که درگیر مسائل اجتماعی میدانی و با جونشون دارن در مقابل یه نیروی متوحش می جنگن، خودشون راه ها رو پیدا میکنن و میدونن که باید چیکار کنن و من به خودم اجازه نمیدم راستشو بخوای که بگم به عنوان پیام که چیکار کنن، اما به عنوان این که آرزو دارم که هرچه بیشتر این حرکت های اجتماعی تعمیق پیدا کنه و از جاهایی که حتما توطئه‌ای خواهد شد که بتونن این حرکت ها رو به انحراف بکشن. هوشیار باید هممون هوشیار باشیم که این اتفاقات به اون سمت سویی که اونا میخوان نره و خود حاکمیت ممکنه از هر فریبکاری که تا الان استفاده کرده بیشتر استفاده بکنه و بخواد میان مثلا مردم کرد و مردم ترک و مردم بلوچ و تمام مردم ایران تفرقه بندازه. قاعدتا ما هممون آرزوی زندگی بهتر و انسانی داریم و تمام این چیزایی که حاکمیت تلاش داره برای این به اصطلاح تفرقه اندازی، باید اونا رو به حد صفر برسونیم و هیچ چیزی به جز همزیستی و هم به اصطلاح هم افق رفتن و اتحاد عمل داشتن برای از بین رفتن این حاکمیت به نظرم منطقی نمیرسه. در بعد از قیام و بعد از رفتن این دیکتاتورها میشه خیلی کارا رو کرد، میشه خیلی اتحاد عملها رو ایجاد کرد بیشتر و در یه پروسه دموکراسی خواهی که درش باشه مثل همه جاهای دیگر دنیا میشه مردم نظرات خودشون رو بگن، معرفی کنن و برای گذاشته بشه. تنها چیزی اینه که باید مواظب این فریبکارانی که 43 سال دنیا از دستشون به تنگ اومده باشیم. همین. میخواستم پیام به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم، اما با توجه به این که مدام میگین که من اونجا نیستم و نمیتونم برای کسی نسخه بپیچم، خب شما الان در خارج از کشور هستین. شما در این مدت یا در روزهای آینده که قطعا این انقلاب ادامه خواهد داشت، چه کاری میتونید برای مردم ایران انجام بدید؟ چطور میتونید صدایی باشید برای مردم ایران یا امثال شما آدم‌های سوسیالیست، چپ، آزادیخواه و برابری طلبی که خارج از ایران هستن، وظیفه‌شون چیه در این روزها؟ من خودمو میگم و هر انسان دیگه ای که حتما یه ذره شرافت داشته باشه به جمهوری اسلامی نگفته و نمیگه. قاعدتا باید صدای مردم خیابون بود و تلاش کرد در این شرایط بیشتر صدای حق طلبی و حق خواهی مردم شنیده بشه و نذاریم که جوری دیگه تفسیر بشه، جوری دیگه تعریف بشه و یا بخوان به سمت سوی دیگه ای رو اینو هدایت کنن. ما میدونیم که شبکه‌های مختلفی هست که نمیخوام اسم ببرم که میلیون ها دلار پول میگیرن که فلان نفر مثلا حدادی شده آماده به زعم خودشون بیارن روی سر مردم ایران و اینو تحمیل کنن و اینا افشاگری میخواد و کسایی که حداقل در جامعه هستن که سانسور نیست و یا سانسور کمتره بتونن بیشتر تلاش کنن به هر اندازه‌ای که شد، به هر اندازه‌ای که تونستیم حق طلبی و خواسته های مردم ایران رو حداقل بیان بکنیم، زبان این اعتراض باشیم در اون حد که هر کسی توانشو داره و اگه در مراحل دیگه کارهای دیگه هم از درس هر کسی بر بیاد قاعدتاً باید تلاش خودش رو بکنه که گوشه کوچیکی هم اگه شده در این حوزه بزرگ اعتراضی بتونه در اون نقش کوچیکی در اون قسمت کوچیک به اصطلاح وظیفه خودش هم ایفا بکنه. در همون حد به نظرم میرسه. خیلی ازتون سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به این برنامه قبول کردید. رفیق کیومرث ویسی، فعال کارگری از هلند. ممنونم ازتون. ممنونم از شما، لطف کردی. تشکر. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، شما در طول 24 ساعت در طول شبانه روز میتونید و از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست، از طریق تلگرام پیام ها، سوالاتون، نقداتون، تصاویر و ویدیوهاتون و عکساتون رو برای ما بفرستید تا ما
از طریق تلویزیون خودمون اونا رو با مخاطب هامون در میون بذاریم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. Sıcak elleri uzanır kör hücreye, sarar yaralı bedeni. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına, kavga der ve deva için birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Hepimiz